باورت میشه ایشون یک کودک یک روزه است؟ ماشاءالله چه نورانی. چند سال کنه؟ هل عروس. ها؟ هل عروس. هل عروس؟ چند سال یعنی؟ هجی یک روز امروزی. یک روز امروز؟ یک روز. حاضره. این میشه بالاترین لول از خودشناسی. وقتی گفت یک روزمه یعنی تو این لحظه است، یعنی همه چیز، همه زندگیش تو همین لحظه است. یعنی این آدم در مغزش خودش رو با گذشتهش یا با عدد سنش تعریف نمیکنه، خودش رو با بودنش تعریف میکنه. این لول از آگاهی جاییه که کی بودم و چی شد و یا چی قراره بشه برات کاملا بی‌معناست. ابن عربی فیلسوف میگه عارف واقعی کسی است که نه گذشته دارد نه آینده، فقط خداست و حال. انسانی که به خودشناسی میرسه به آزادی زمان میرسه، یعنی میگه هر چی هست و نیست همین لحظه. هر میزان که با این جمله مقاومت داشته باشی به همان میزان از خودشناسی فاصله داری. تمام.